انرژی‌های فسیلی مثل نفت به تدریج تمام می‌شود و انرژی‌هایی مثل باد و آب هم پاسخگوی نیاز روزافزون بشر نیست، اما منبع انرژی ستارگان یا گداخت هسته‌ای راهی برای تأمین نیازهای آینده انسان به شمار می‌رود و جالب این که دانشمندان برای دستیابی به این حرارت عظیم به ذرات تشکیل دهنده آب چشم دوختند. تأمین انرژی پایدار، پاک، سالم و ارزان خواسته هر کشور برای آیندگان است. شاید انرژی حاصل از همجوشی بهترین راه حل رسیدن به این هدف باشد. بر اساس برخی محاسبات در همجوشی هسته‌ای 1 لیتر آب دریا برابر با 300 لیتر گازوئیل انرژی بدون آلودگی تولید می‌کند. همکنون طرحی به نام ایتر برای نشان دادن قابلیت تجاری شدن این فناوری در جنوب فرانسه و با مشارکت چند کشور در حال اجراست. بر اساس قراردادی که آذر ماه سال گذشته بین سازمان انرژی اتمی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید، طرح ملی گداخت هسته‌ای به پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای این سازمان واگذار شد که امروز شاهد جذب و شروع به کار 50 تن از نخبگان علمی در این رشته از بین حدود 3400 داوطلب بودیم. ما از امروز یک توجه ویژه‌ای به این بحث کردیم که بتوانیم به فعالیت گداخت رو یه جدیت خاصی بهش بخشیم و با این 50 نفر نیروی جدیدی هم که گرفتیم بتونیم یک روح جدیدی رو بدمیم که بتوانیم با سرعت و با جدیت بیشتری موضوع پیش ببریم. البته در همین مدت پس از انعقاد قرارداد متخصصان پژوهشکده گداخت خبرهای خوبی برای همکاران جدید خود و ما داشتند. دکتر صدیق زاده رئیس پژوهشکده گداخت از ساخت موفق 2 نمونه ایرانی دستگاه‌های گداخت و نیز سامانه تطبیقی هوشمند برای مطالعات و کنترل پلاسما در توکوماک دماوند در گداخت هسته‌ای نوعی از اتم‌های هیدروژن در حرارت بسیار زیاد به هم جوش می‌خورند و انرژی زیادی آزاد می‌شود. این کار در خورشید با حرارت عظیم آن مرتب در حال انجام است، ولی رسیدن به انرژی اولیه این کار در زمین، پایداری فرآیند و اقتصادی شدن آن چالش‌های پیش روی دانشمندان هستند. پژوهشگران کشورمان در سازمان انرژی اتمی همکنون در کنار موفقیت‌های چشمگیر خود در انرژی هسته‌ای با جدیت به این عرصه گام نهادند تا آیندگان ما در این عرصه علمی هم صاحب دانش شده و وابسته نباشند.